دادگاه عالی تاجیکستان دو ساکن ترسانزاده را با جرم کشتار راننده 38 ساله تاکسی شکوروف محمد رجب محکوم به سالهای طولانی زندان کرد. دادگاه از جمله تشکیل کننده این کشتار ساکن ترسانزاده اعظمجان زیداللهیف را به 22 سال زندان و نابالغ رحمتوف را به 12 سال زندان محکوم کرده است. دهشت این حادثه آدمکشی در آن است که هنگام کشتن راننده تیکو زیداللهیف همگی 18 سال داشت و رحمتوف از او هم کمتر همگی 17 سال داشته هنوز خواننده صنف 11 بود. نابالغ بودنش سبب شد که رحمتوف با همگی 12 سال زندان حکم حد اکثر برای جنایتکاران نابالغ در تاجیکستان خلاص شود. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان اخیراً برخی جزئیات این پرونده را که این زمستان در ترسانزاده و اطراف آن سر و صدای زیاد به پا کرده بود آشکار کرد. بنابراین منبع تفتیشات ثابت ساخت که زیداللهیف با رفیق نابالغش رحمتوف به سبب از شناسایشان پول زیاد قرضدار شدن مصلحت میکنند که یگان راننده تاکسی را کشته پولش را بگیرند. آنها به این مقصد پیشکی یک کارد قدشونده، دو جفت دستپوشک طبی و سیم پولادی را برای بوغی کردن جبر آماده کرده شب 9 دکبر سال 2020 محمد رجب شکوروف را که با ماشین تیکو مسافرکشی میکرد به مبلغ 50 سامانی کرا کرده از او خواستند که آنها را تا سرحد جمهوری ازبکستان برده رساند. در راه زیداللهیف که در پس راننده نشسته بود یک باره بر راننده هجوم کرده به گردن او سیم را انداخته سخت کشیده بوغی کرده است. در این لحظه رحمتوف به سر و گردن شکوروف 17 مرتبه کارد میزند. بعد کشتن محمد رجب شکوروف زیداللهیف و رحمتوف جیبای او را چند بار تگ و رو میکنند ولی همگی 237 سامانی و یک تلفن تمغه سامسونگ ارزشش 300 سامانی پیدا میکنند و خلاص. آنها سپس برای پنهان کردن ایز جنایتشان جسد راننده را از ماشین برآورده به جویبار کنار راه پرتافته ماشین را با مقصد بعدا نابود کردن با خود میبرند. ولی در راه به سوی شهر ترسانزاده در کیلومتر 61 به صدمه دچار میشوند. زیداللهیف و رحمتوف ماشین را آنجا پرتافته فرار کردند. ولی الکی یک روز بعد کارمندان حبوب وادی ایسار توانستند این جنایت مدهش را آشکار و زیداللهیف و رحمتوف را همچون گمانبر اساسی دستگیر کنند. اکنون آنها برای 237 سامانی و یک تلفن غنیمت از کشتن راننده بیچاره یکی 22 سال و دوم 12 سال را پشت پنجره زندان سپری خواهند کرد. نظر محکوم شدگان و نزدیکان و وکیلان آنها به حکم دادگاه دسترس نیست.